خدمت فالوورای عزیز، امروز با چهارمین ویدیو آموزش پست در خدمت شما هستم. قبل از هر چیز تشکر میکنم به خاطر لایک و کامنت های قشنگتون. بازم ما رو حمایت کنید تا انگیزه بگیریم و ویدیوهای بیشتری در خدمتتون باشیم. دوستان امروز میخوایم ضربه چپ مستقیم به شکم بهتون آموزش بدم. ببینید دوستان، چپ مستقیم به شکم این نیستش. باید کاملا تا بشی به سمت راست. چپو که میخوای بزنی به سمت راست تا بشی. حالا ما چرا تا میشیم؟ به خاطر اینکه از مدار مشت حریف در امان باشیم. ببینید الان حریف هر چی مشت میزنه کارسازی اصلا به من نمیخوره. ببینید چرخش پا هر چی مشت بزنه تو مدارش نیستم که دریافتش کنم. حالا سریع اجرا کنم. حالا میخوایم راستشو بزنیم. میخواید مشت چپ به شکم بزنید باید به سمت راست خم بشید. مشت راست میخواید بزنید برای سمت چپ خم بشید. ببینید یعنی برعکسش میشه. حالا خم شدن نه رو به جلوه نه رو به عقبه، باید رو به بین پاها باشه. ببینید این حالت. پس این شد چپ به شکم، میای بالا، راست به شکم. حالا راست رو سریع اجرا میکنم. از کنارم اجرا میکنم. این چپ بشه، حالا این راست بشه. کاملا از مدار حریف میای بیرون. دوستان ویدیو ما به پایان رسید. بازم ما رو حمایت کنید تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.